حتما برای شما هم پیش اومده. میخوای یه تصمیم ساده برای خودتون بگیرین اما احساس گناه میکنید، یا همیشه تو روابطتون میترسید طرف مقابل رو ناراحت کنید، بنابراین خواسته‌های خودتون رو قربانی میکنید. این احساس گناه و ترس سلاح اصلی یک باجگیر عاطفیه. باجگیری عاطفی وقتیه که یک فرد نزدیک با استفاده از ترس و تعهد و احساس گناه سعی میکنه شما رو وادار به انجام کاری کنه که میل خودتون نیست. این کار شبیه گروگانگیریه، اما گروگان قلب و احساسات شماست. راه حل چیه؟ شناخت بازی و خنثی کردنش. اما چطور میتونیم این دومو تشخیص بدیم و از اون خارج بشیم؟ اینجاست که باید سراغ کتاب بسیار معروف باجگیری عاطفی نوشته دکتر سوزان فوروارد بریم. او به طور دقیق مکانیزم این پدیده رو توضیح داده و راههای مقابله با اون رو آزمایش میده. باجگیری عاطفی یک بازی دو نفره است. یک باجگیر که تهدید میکنه و یک قربانی که تسلیم میشه. هدف ما اینه که از نقش قربانی خارج بشیم. چطور انجام میشه؟ دکتر فوروارد 4 تکنیک اصلی باجگیری رو معرفی میکنه. 1. تهدید: اگه این کارو نکنی تو رو ترک میکنم یا اخراج میکنم. 2. مجازات: اگه بری با دوستات وقت بگذرونی منم دیگه آشپزی نمیکنم برات. 3. اشک تمساح و الغای حس گناه: ببین داری چقدر منو بیمار میکنی یا ناراحت میکنی. 4. قربانی کردن افراطی: من کل زندگیمو برات گذاشتم، حالا تو چرا انقدر بی‌مسئولیتی؟ پشتوانه علمی این روش: این موضوع فقط حرف یک روانشناس نیست، بلکه ریشه در علوم مختلف داره. روانشناسی: نظریه دلبستگی نشون میده که ترس از طرد شدن و از دست دادن رابطه یک ترس عمیق و اولیه تو انسانه. باجگیرها از همین ترس برای کنترل شما سوء استفاده میکنن. عصب شناسی: وقتی با تهدید عاطفی مواجه میشیم مرکز ترس تو مغز ما که همون آمیگدالا فعال میشه. این فعالسازی سیستم منطقی مغز که همون قشر پیشانی ها مختل میکنه و ما رو تو حالت جنگ و گریز قرار میده. تو این حالت تسلیم شدن آسون ترین راه برای آروم شدن به نظر میرسه. فلسفه: فیلسوفایی مانند امانوئل کانت بر کرامت انسانی و خودمختاری فرد تاکید دارن. باجگیری عاطفی واضح این خودمختاری و کرامت رو نقض میکنه. حفظ مرزهای سالم دفاع از شخصیت و حقوق انسانی شماست. مثال از یه فرد معروف، پرنسس دایانا. اگه زندگی پرنسس دایانا رو مطالعه کنید میبینید که اون در اوج خود تو شبکه پیچیده‌ای از باجگیری عاطفی از طرف رسانه و برخی نزدیکان و سیستم سلطنتی پیدا میکنید. اون بارها تو مصاحبه‌اش به احساس تنهایی، انزوا و تحت فشار بودن اشاره کرد، اما کم کم یاد گرفت که چطور نبگه، مرزهایش رو تعریف کنه و برای حفظ سلامت روان خودش اقدام کنه. حرکت اون برای صحبت کردن مشکلاتش یه اقدام قهرمانانه برای شکستن چرخه باجگیری بود. تصور کنید شما عاشق طراحی گرافیکید و میخوای یه استودیوی کوچیکی برای خودتون راه بندازید. اما پدرتون اصرار داره که شما وارد کسب و کار خانوادگی بشید. اون مدام میگه من برای این مغازه جون دادم، حالا تو میخوای رهاش کنی؟ پس آینده‌ت چی میشه؟ داری پشت پا میزنی به همه زحمتای من. هر بار که این حرفو میزنه شما دچار احساس گناه شدیدی میشید. واکنش معمول: شما یا تسلیم میشید یا یک عمر با حسرت تو مغازه میمونید، یا با عصبانیت و احساس گناه رابطتون رو با پدرتون به هم میزنید. در هر دو صورت باختیم. حل چالش با راهکار مقابله با باجگیری عاطفی. مرحله اول شناسایی بازیه. اینکه بفهمید داری بازی رو میبازید. به خودتون بگین این یک باجگیری عاطفیه. پدرم داره از احساس گناه و تعهد من استفاده میکنه تا منو کنترل کنه. مرحله دوم مکث کردن و نفس کشیدن. به محض شنیدن جملاتی که حس گناه ایجاد میکنه عکس‌العمل فوری نشون ندید. بگید بابا باید در این مورد فکر کنم. این مکث آمیگدال مغز شما را آروم میکنه و به قشر منطقی فرصت فعالیت میده. سوم، یک جمله کوتاه و قاطع بگید که همون تعیین مرزهاست. از قبل یک پاسخ آماده داشته باشید. پاسخ شما نباید دفاعی یا عصبانی یا عذرخواهی باشه. باید یه جمله ساده، محکم، بدون توضیح اضافه باشه. مثل اینکه پدر من عشق و زحمات شما رو برای این مغازه میبینم و قدردانم، اما تصمیم من اینه که راه خودم رو برم. یا اینکه من میدونم تو نگران آینده منی، اما من با این تصمیم راضی و خوشحالم. آماده طوفان باشید. باجگیر با دیدن مقاومت شما فشارش رو بیشتر میکنه.
ناراحت میشه، قهر میکنه، بیشتر اصرار میکنه. شما باید مانند یه سنگ ثابت باشید، نه عصبانی بشید نه تسلیم. فقط جمله قاطع خودتون رو با آرامش تکرار کنید. پیشنهاد جایگزین مثبت بدید. برای کاهش تنش میتونید یه راه حل جایگزین پیشنهاد بدید که هم مرز شما رو حفظ کنه هم ارتباطتون رو. مثل من راه خودم رو میرم اما خوشحال میشم تو بازاریابی آنلاین برای مغازه کمکت کنم، یا اینکه همچنان آخر هفته ها میام به شما سر بزنم و کمک کنم. نتیجه چیه؟ در ابتدا ممکنه رابطه کمی سرد بشه، اما با گذشت زمان باجگیر میفهمه که سلاحش که همون احساس گناه بوده دیگه کارایی نداره. او مجبور میشه با شما به عنوان یک فرد مستقل و بالغ رفتار کنه. شما نه تنها با آرزوی خودتون رسیدید، بلکه رابطه سالمتری بر پایه احترام متقابل ساختید. به یاد داشته باشید که نگفتن یک جمله کامله. محکم بودن به معنای بی‌عاطفه بودن نیست. شما با محافظت از خودتون در واقع دارید هم به خود هم به رابطه احترام میذارید. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون متاسفانه خیلی از ما در سکوت قربانی این بازی هستیم. در کامنت ها برام بنویسید که آیا تا به حال احساس کردید در دام باجگیری عاطفی بیافتید؟ چطور از اون خارج شدید؟ به امید روابطی سالم و عاری از باجگیری. به سلامت روان تک تک شما احترام میذارم.